Я отношусь к этой работе очень ответственно. به نظیره 31 ساله از قرقیزستان پس از چند روزی عملیات بارداری خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است. این عمل را او در یک بیمارخانه تبلیسی انجام داد. قرار است که بعد از 9 ماه دوگانیک تولد کند، اما نه برای خودش. این دو طفل را او به یک جفت بیزوریاد از چین می دهد. Я знаю, что это китайцы. میدونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت میگیرد، ولی با خواهش والدان و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکاتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آماده‌ام همکاری کنم. Я готова с ними сотрудничать. نظیره از بیشکک به گرجستان آمد تا مادر سروگاتی شود. او به تنهایی مسئولیت تأمین 3 فرزند را بر دوش دارد. در قرقیزستان زمین خرید و قرضدار شد. در شبکه‌های اجتماعی چشمش به اعلان درباره مادر سروگاتی افتید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امید دارد که برای تولد دوگانیک به او $20,000 می‌دهند. Знаете как? Нету такого чувства, что это... میدونی چی طور است؟ میدونم که این طفل من نیست، ولی مسئولیت حس میکنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم، زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم، ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک میرسونم. راستی گپ حالا یک احساس آمیخته دارم، ولی گفته میتونم که به این طفلانی که در بطن دارم عین حال احساس مادری ندارم. کوشش میکنم به این چیز مثل یک کار مناسبت نمایم که با اجرای آن من به آدمان خوشبختی میبخشم. مادر سروگاتی در گرجستان یک تجارتی رشد یافته است. اینجا برای این کار پولی کلان میدهند. فرمایشگران خارجی ها هستند. به گفته کارشناسان رشد این خدمات در گرجستان به چند عامل وابسته است. از جمله نظام ساده دریافت ویزا و جنگ در اوکراین. اول مادران سروگاتی برای انجام این عمل به کیوف می رفتند. در گرجستان ما چند پیش کارو سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سروگاتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما رو حالا در گرجستان و ارمنستان قبول میکنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان طریق اعلانهای ما در اینستاگرام و تیک تاک می آیند. این کار شرط و محدودیت‌های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد. اکثر مادران سروگاتی به دلیل وضع بد مالی به این کار راضی می شوند. معمولا آنها زنانی فرزند دارند، جای زیست و درآمد خوب ندارند. آماری رسمی درباره کودکانی که از مادر سروگاتی تولد شدند در قرقیزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی ماند و والدان بیولوژی هم باید در این باره لب نگشایند.